کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان به دقت شهروندان می‌رساند که طبق معلومات آب و هواشناسی روزهای پنجم هفتم مای سال 2022 در یک قطار نویه‌های کوهی و نزد کوهه توبه جمهوری ولایت ختلون و سوخت به سبب باران‌های پرشدت آمدن سیل در نظر است. همزمان بالوروی دمای هوا می‌تواند سببگار لغزش ترمه، ریزش سنگ، یرش و بلند شدن سطح آب در رودخانه‌ها شود. خطر رعد و برق نیز وجود دارد. در رابطه با این کمیته بار دیگر به ساکنان و مهمانان کشور مراجعت نموده توصیه می‌دهد که در این روزها رفتن به نزد آبانبارها، سیر و گشت‌های کوهی دست کشند. کمیته همچنین از اهالی خواهش می‌کند که در چنین روزهای سیربارش هنگام عبور از راه‌های کوهی و نزد کوهی احتیاطکار باشند. همچنین موقتا به غنچین ایزم، جمع‌آوری زنبور، مای دوری و شکار نیز نروند. غیر از این از اهالی خواهش کرده می شود قبل از آغاز باران‌های پرشدت جویبار و سیلراه‌ها را از هر گونه خس و خسروب‌ها تازه کنند تا آب مجرای خود را به سمت خانه و اولیه‌ها و کشتزاران دیگر نکند. هشدار نو کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در پی سیل‌های خرابی‌آور روزهای چهارم و پنجم ماه است. از جمله ساکنان دهه غوریات در کنار شهر ایسار خبر دادند که روز 4 ماه سال 2022 بر اثر سیل در این دهه حدود 130 گوسفند نابود شده است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان گفت روز 4 ماه بر اثر آبخیزی در کیلومتر 448 راه کولوب در واز ونج در موضع خیخی که جماعت یزگلوم نویه ونج این راه موقتا بسته شد. ساعت 16:30 سیل باعث مسدود شدن راه بین دهه‌های مزار شریف جماعت به نام لایق شیرالی و دهه ارتوچ جماعت به نام رودکی در کنار شهر پنجک شد. همین طرف ساعت 17:10 به دلیل نبود شبکه‌های سیل پرتو در حدود دهه یتین جماعت گل سرخ در کنار شهر استرافشن نیز سیل آمد. همچنین ساعت 16:00 هنگام اشتراگو پس آوردن رمه چاروای خرد در دهه قینر نویه واسه سیل آمده و 3 بز و 2 گوسفند را برده است.